بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما شاگردای عزیز. به یک درس دیگه از مضمون کامپیوتر صنف دهم همه شما عزیزان را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم همه‌تان خوب و صحتمند و سرحال باشین. شاگردای عزیز، درسی که قرار است امروز با هم بخیر بخوانیم و یاد بگیریم درس 28 هست. فصل 4 بخیر شروع کردیم، فصل 3 تمام کردیم، بیشتر چیزا را در فصل 3 یاد گرفتیم و فصل 3 ما زیادتر در مورد پروگرام ورد بود. کارهای عملی هم داشتیم و خیلی چیزا را از کارهای عملی هم یاد گرفتیم. اما فصل 4 ما که هست نیاز به کار عملی نداره شاگرد عزیز، بیشتر با هم نظری میخوانیم و معلومات حاصل میکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و قرار است امروز از صفحات 102 الی 105 بخوانیم. عنوان درس ما هم هست شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت. شبکه‌های کامپیوتری یا نتورک یکی از بخش‌های مهم کامپیوتری هست که انشالله اگر بخیر کس از شما علاقه به این داره که مثل ما کامپیوتر ساینس بخونه، با زیادتر در مورد نتورک خود فهمید که نتورک هم یک ساحه بسیار وسیع و کلان است. کارهای بسیار متفاوت و جالب و دلچسب در این ساحه انجام میشه. البته ما در کتاب صنف دهم خیلی مختصر در این مورد توضیح میدیم، چرا که سطح کتاب مکتب با درسایی که مثلا در مورد نتورک خوانده میشه کمه پایین تر هست. اما یک معلومات کلی در مورد نتورک با هم خواهیم خواند و یاد گرفت. بیایم قبل از اینکه درس جدید آغاز کنیم مرور هم بر درس گذشته ما داشته باشیم. شاگردای عزیز، ما در درس گذشته بیشتر در مورد پاراگراف خواندیم. ایره فهمیدیم که پاراگراف چی هست، بخش علامه و شماره گذاری را هم خواندیم و در اخیر بخش تنظیم متن را یاد گرفتیم که ما چگونه میتونیم یک متن را که ایجاد میکنیم در روی صفحه کاری ورد ما او را تنظیم و ترتیب بکنیم. و کارخانگی هم داشتیم. کارخانگی تان حل سوالات درس گذشته بود که میدانم همه‌تان حل کردین. پس بیایم درس جدید آغاز بکنیم. قبل از اینکه بپردازیم به تشریحات درس ما، چه خوب است که اهداف درس امروز ما را هم بدانیم. شاگردای عزیز، ما از خواندن درس امروز اهداف خوب داریم که البته ایره دنبال بکنیم، خیلی چیزا را هم یاد میگیریم. هدف اول ما آشنایی با شبکه‌های کامپیوتری یا اینترنت هست. ما زیادتر در مورد نتورک آشنایی حاصل پیدا خواهیم کرد که نتورک چه هست و چگونه میتونیم از اینو استفاده بکنیم و آشنایی حاصل میکنیم با فواید شبکه یا نتورک. اینا بیشتر میخوانیم که همین خود شبکه یا نتورک چه فواید داره و در اخیر هم با انواع شبکه بخیر آشنا میشیم که یک شبکه یا نتورک به چند نوع تقسیم میشه. خب بیایم درس شروع بکنیم. در آغاز یک بار دیگه عنوان تکرار میکنم: شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت. شبکه در پایین‌ترین سطح خود شامل 2 یا چند کامپیوتر می باشه که توسط کیبل، خط تلفن، امواج رادیویی و ستلایت به همدیگر وصل میشه. یعنی اگر یک محیط خیلی کوچک شبکه یا نتورک ما مد نظر بگیریم که بسیار کوچک باشه، از 2 کامپیوتر، 2 کیبل و یا هم وسایل دیگه شروع میشه تا کیبل ها و کامپیوترها و وسایل زیادتر. و این کامپیوترها میتونه یک اتاق، یک ساختمان و حتی در برگیرنده یک شهر یا شهرهای مختلف باشه. پس شما فکر کنین اگر یک شبکه تشکیل میشه در برگیرنده چندین شهر می باشه، این دیگه یک نتورک یا شبکه چقدر بزرگ و وسیع و کلان هست. و به منظور از این که ما بتوانیم از اطلاعات و منابع به شکل مشترک استفاده کنیم، از نتورک چی میکنیم؟ استفاده میکنیم که این خودش یک خصوصیت بسیار مهم و یک برتری در شبکه یا نتورک میباشه که همزمان به یک هدف مشترک خیلی از مردم یا تعداد زیاد از مردم از این موضوعات استفاده میکنن. شبکه از نقطه نظر پوشش جغرافیایی
به انواع زیاده تقسیم میشه، مانند شبکه‌های محلی که به نام لن یاد میکنن. LAN لن. لن به چه معنا؟ Local Area Network. لوکال به معنی محلی، اریا به معنی ساحه، این هم به معنی نتورک می باشه. یعنی ای که نتورک به معنی شبکه. این شبکه هاییست که در یک محل، در یک جایی که تعداد محدود است از این استفاده میشه. بعدی شبکه های فرامحلی می باشه که به نام وان یاد میشه. یعنی WAN. WAN مخفف چی می باشه؟ Wide Area Network. و بعدیش هم شبکه های شهری می باشه که به نام من یاد میشه. یعنی MAN که این شبکه شهری می باشه و در سطح یک شهر یا شهرها از این استفاده صورت می گیره. خب شاگردای عزیز، ما در مورد تمام شبکه ها در این فصل آشنایی حاصل خواهیم کرد. دیره خواهیم فهمید که شبکه های محلی چیست، فرامحلی چیست و شبکه های شهری چیست. اما بیایم در مورد فواید شبکه ها یا نتورک بدانیم که کدام بنفیتس را یا فواید را همین شبکه ها یا نتورک ها داره. شبکه سازی کامپیوترها یکی از معمولترین و مشهورترین تعاملات در عصر امروز می باشه که به منظور شریک ساختن اطلاعات و منابع از اونا استفاده صورت می گیره. شبکه در کل سهولت و فواید زیاد را بر ما فراهم می کنه که از جمله می تونیم چندین تایش نام ببریم. اولش استفاده مشترک از منابع مثل ماشین های چاپ یا پرنتر. شما مد نظر بگیرین در یک دفتر کار میکنین، چندین کامپیوتر حین زمان در یک وقت استفاده میشه. یعنی چندین کارمند پشت چندین کامپیوتر نشسته از کامپیوترها استفاده میکنن. اما در اینجا فقط ما یک پرنتر واحد داریم. همین ما به این هم نیاز داریم که روزمره داکیومنت و یا همو اطلاعات ما را چی کنیم؟ پرنت بکنیم. شبکه یک فایده که بر ما رسانده همین است که ما میتونیم توسط همین نتورک یا شبکه پرنتر ما را به چندین کامپیوتر وصل بکنیم و همزمان از یک پرنتر چندین کامپیوتر یا چندین یوزر استفاده بکنن. یعنی وقتی که اینا را وصل میکنیم همگی میتونن به صورت مشترک از یک پرنتر در چندین کامپیوتر استفاده بکنن. پس یکی از فواید بسیار خوبه همین نتورک یا شبکه ما می باشه. فایده بعدیش چی است؟ استفاده از فایل ها به شکل مشترک می باشه. ببینین شاگردای عزیز، بعض اوقات ما نیاز به این داریم که فایل های متفاوت ایجاد کنیم و اما این بر ما بسیار سخت میشه که فایل های متفاوت را در چندین کامپیوتر حفظ و نگهداری بکنیم که کار را هم به ما سخت میسازه. اما از طریق همین نتورک یا شبکه ما میتونیم به صورت جمعی و مشترک از اطلاعات استفاده کنیم. هر زمان که خواسته باشیم از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه توسط همین شبکه یا نتورک ما به اطلاعات دسترسی پیدا کرده میتونیم. و بعدیش هم فایده بعدیش هم سرعت ارتباطات مؤثر هست. کارکرد بهتر به شکل مشترک می باشه. یعنی استفاده کننده میتونه اطلاعات و پیام های الکترونیکی را با استفاده از کامپیوترهای به هم وصل شده به یکدیگه خود ارسال بکنن. خب وقتی که ما توسط شبکه یا نتورک چندین کامپیوتر به هم دیگه وصل میکنیم، اینجا اگر ما بخوایم اطلاعات و پیام های الکترونیکی را به یکی دیگه بفرستیم خیلی ساده و آسان هست. وقتی که نیاز به کدام هاردویر مثل فلش نداریم که ما فلش داخل کامپیوتر او را بیاندازیم و اطلاعات را کپی بگیریم بریم در کامپیوتر دیگه پست بکنیم. از طریق شبکه خیلی ساده و راحت میتونیم اینا را به یکی دیگه انتقال بدیم. و فایده بعدیش کاهش مصرف می باشه. شاگردای عزیز، مثلا وقتی که ما در یک جایی که مشترکاً کار میکنیم وسایل را که استفاده میکنیم همین ما به منظور مشترک استفاده میکنیم. اما اگر ما از شبکه استفاده کنیم این بسیار ما را کمک میکنه که از استفاده همین وسایل خیلی چی کنیم، از استفاده زیاد وسایل جلوگیری کنیم. مثلا اگر یک کیبل باشه ما چندین کامپیوتر به هم دیگه از طریق شبکه یا نتورک وصل میکنیم، دیگه از تعدد کیبل های چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. نیاز نیست ما چندین کیبل بخریم، یک کیبل میخریم. و یا همین که وسایل دیگه
دیگه‌ای که در ارتباط شبکه نیاز هست. پس مصرف ما هم در این بخش کاهش می‌یابه و کمتر میشه و نیاز نیست که ما وسایل زیادتر خریداری بکنیم. البته فایده های شبکه بسیار زیاد است، اما به همیش نمیپردازیم، فقط چند تعداد محدودش را ما یادآور شدیم. بعدیش هاردویر شبکه می باشه. بیایم آشنایی حاصل کنیم که هاردویر شبکه چیست. هاردویر شبکه شامل تمام کامپیوترها، کارت های شبکه یا NIS می باشه، کیبل های مارپیچ می باشه، سویچ ها می باشه، راوتر ها می باشه، بریج ها می باشه، ریپیتر ها می باشه و غیره تجهیزات اجرای پروسس اطلاعات می باشه که در شبکه قابل استفاده هست. البته شاگردای عزیز در کتابتان میتونین تمام این تصاویر هم ببینین که از هر کدامش براتون گذاشته شده و شما آشنایی حاصل کنین با اینا. بیایم روی انواع شبکه. شبکه به انواع مختلف تقسیم میشه و به منظورهای مختلف از شبکه یا نتورک استفاده صورت میگیره. 3 نوع که از لحاظ جغرافیایی پوشش میده شبکه ما را خیلی آسان و ساده هست که در موردش میخوانیم. اول شبکه های محلی می باشه که اختصار از این به نام لن یاد میکنن، LAN، یعنی Local Area Network. شبکه های محلی که در یک محل کوچک استفاده میشه از او. شما فکر کنین مثلا ما در یک پوهنتون کار میکنیم، یک شبکه ما در منزل اول هست، یک شبکه ما یا نتورک ما در منزل 3 هست. این ارتباط محلی را بین چی ایجاد میکنه؟ بین شبکه های ما ایجاد میکنه. این یک محیط خیلی کوچک چی میکنه؟ در بر میگیره. بعدی شبکه های فرامحلی یا وسیع می باشه که به نام WAN یاد میکنن. WAN به معنی Wide Area Network و این هم یکم وسیع تر می باشه از شبکه های یا نتورک های محلی کرده که یعنی در برگیرنده بخش های متفاوت هست. و شبکه شهری ما می باشه که به نام من یاد میکنن، یعنی MAN. این نتورک های هست که از لحاظ جغرافیایی شبکه ما را پوشش میده، یعنی به همین 3 نوع می باشه. اما امروز قرار است فقط یک نوعش بخونیم، نوع بعدیش ما 2 نوع دیگهش در درس های آینده خواهیم خواند. میایم روی شبکه های محلی که به نام لن یاد میشن، یعنی Local Area Network. شبکه محلی شبکه است که به یک ساحه کوچک محدود شده. پیشترم مثال دادم، مثلا یک پوهنتون اگر در نظر میگیریم، یک شبکه ما در منزل اول است، یک شبکه ما در منزل 3، اینا با هم ارتباط دارن، اطلاعات به صورت مشترک چی میکنن؟ استفاده میکنن. و یا به عباره دیگه گفتن میتونیم که شبکه محلی یا لن یا Local Area Network شبکه است که از نظر پوشش جغرافیایی به یک ساحه بسیار خرد و کوچک چی میشه؟ خلاصه میشه. و غیر از پوهنتون ما مکتب را مد نظر میگیریم یا لابراتوار را مد نظر میگیریم و یا هم یک ساختمان کوچک را مد نظر میگیریم. پس ساحه پوشش شبکه های محلی خیلی کوچک می باشه و ندرتاً کامپیوترهای شبکه محلی اندازش 1 کیلومتر از همدیگه فاصله می داشته باشه. یعنی اگر اندازه فاصله از اینا از همدیگه زیاد شود ما نمیتونیم از این شبکه استفاده کنیم، چرا که گفتیم شبکه را شما اگر مد نظر بگیرین یک بیس یا کامپیوتر مرکزی داریم که از او همون مدیر استفاده میکنه و توسط کیبل ها این همی کامپیوتر اصلی را یا بیس را به دیگه کامپیوترها وصل میکنه. توسط چی؟ توسط لاین. وقتی لاین و کیبل به هم دیگه وصل می باشه، اگر فاصله از اینا از 1 متر زیادتر میشه، اوجه هست که در با وجود آمدن شبکه ما چی میشه؟ خلل ایجاد میشه و ما نمیتونیم از اون شبکه استفاده بکنیم و ارتباط کامپیوترهای ما که به یکدیگر وصل است قطع میشه. و معمولا در تنظیم کانفیگریشن شبکه محلی یک کامپیوتر به عنوان سرویس دهنده یا فایل سرور تعیین میشه. مثلا شما فکر کنین کامپیوتر که پیشم است این سرویس دهنده است، تمام کارها را من توسط ازی انجام داده میتونم. کامپیوترهایی که پیش شما هست این کامپیوترهایی است که به کامپیوتر ما وصل است و یک چی را ایجاد کرده، یک شبکه یا نتورک ایجاد کرده که ما میتونیم به صورت مشترک همزمان با وسایل مشترک استفاده کنیم از این شبکه.
و این سرور تمام سافتویرها و پروگرام‌ها را کنترل میکنه و همچنین سافتویرهایی که تمام کامپیوترهای مربوط به شبکه مشترک از اونها استفاده میکنه این چیز در خود داره. اینال هر کدام سافتویر را که شما در کامپیوترهایتان در این شبکه استفاده میکنین، این کامپیوتر که سرور از پیش ما هست، تمام سافتویرهایتان در کنترل ما می باشه، اطلاعات هم در کنترل ما هست. پس این چی هست؟ بیس و یا همو سرور فایل هست و کامپیوترها به فایل سرور وصل می باشه که ایره به نام ورک استیشن هم یاد میکنه. ورک استیشن به چه معنا؟ به معنی جای کار هست، یعنی جایی که کار صورت میگیره او را به نام چی یاد میکنیم؟ ورک استیشن یاد میکنیم که از نظر ظرفیت، توانایی و کارایی و سرعت همچنان از سرورهای دیگه چی کرده؟ ضعیفتر می باشه. به خاطر که تمام همین شبکه یا نتورک به سرور که وصل میشه کارش کم خلال ایجاد میکنه و همچنانی که کارش ضعیفتر میسازه. پس این تمام معلومات بود که در مورد شبکه محلی خواندیم. انشالله که یاد گرفته باشین شاگردای عزیز. بیایم یک خلاصه هم از درس امروز بکنیم. ما آشنایی بیشتر حاصل کردیم با شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت. البته اینترنت هم یک بخش مجزا هست و خیلی یک وسیع درس کار داره که ما باید در موردش بخونیم که انشالله در درس‌های آینده راجع به اینترنت هم خواهیم خواند. و همچنین آشنایی حاصل کردیم با نتورک یا شبکه. در مورد فوایدش دانستیم که یک نتورک یا شبکه چه فواید داره و در اخیر هم با انواع شبکه آشنایی حاصل کردیم و یک نوعش را به صورت مفصل خواندیم که لن نتورک بود که را به نام لوکال ایریا نتورک یا شبکه محلی یاد میکنن. خب شاگردای عزیز، به نظر من به همین اندازه به سطح کتاب ما خیلی کافی است که ما در مورد لن ایریا نتورک و یا هم شبکه بخوانیم. پس به خاطر از اینکه درس خوبتر یاد بگیریم بیایم با هم کارخانگی هم انجام بدین. 3 سوال دارین، هر 3 سوال حل بکنین. سوال اولتون است که شبکه در پایین ترین سطح خود شامل چند کامپیوتر میشه که در آغاز ذکر کردیم. دومین سوالتانی است که فواید شبکه را بیان کنین و سومین سوالتانی است که شبکه از لحاظ پوشش جغرافیایی و چند بخش تقسیم میشه که این را هم در لابلای درس خواندیم و یاد گرفتیم. شاگردای عزیز، این بود درس امروز که با هم خواندیم و یاد گرفتیم. یک بار دیگه در خانه هم مرور بکنین تا درس بعدی. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.